همدوران عزیز 20 آگوست سال 2024 باشد قرار داریم در کارخانه حاجی فروخ. حاجی فروخ برادر شما درباره همین تکنیکاتون گفتن، این تکنیک چه رول می‌بازد در اینجا؟ دستگاه پوستکن نام دارد. اساساً برای پیستا پیش بینی شده است. پیستا را پوست میکند. اگر که بادام کلیلش تر باشد اینچنین بادام هم ریگولوروفکا دارد. حاضر باداماتون رو با همین پوست کردید؟ یک مقدارش با همین پوست کردیم. از سببی که پوستش خشک شد دیگر پوست کردنش مشکل تر شد، دیگر با دستش کردیم. باز یه فرمایش دادگیم دستگاهی بادام پوست کنم ان شاءالله که می‌دارن. اولین دستگاه پیستا با کلیلش با خوشش در اینجا میپرتیم. پوستش اون طرف میپرتید، بادامی پوست کرده شده این طرف میپرتید. این ما حاضر با دست پر میکنیم پیستای پوست کرده شده و این دستگاه میاندازیم. این دستگاه هم میشوید هم پوکشه مغزی پورشه نیم مغزشه با آب جدا میکند. بعد که جدا کرد اینا خشک میکنیم. خشک کردیم بعد این دستگاه بادکش است. دیگه ما کار کردیم بخشش تازه کرده نیستیم. این فقط چند غباری پیستا یا بادام خشک میگیرد. و دستگاهی شکننده است. انا مغزی دانه زردآلو پیستا و دیگر بادام و دیگر دانه ها رو ما جمع می‌پرتیم. این دستگاه میشکند. بعد شکست همراه پوستش در اینجا میریزد. این گرفته با همین دستگاهی بادکش باد میکشیم. پوستش چنگش یک طرف میپرتوید و مغزی صافش مغزی تازهش از دیگر طرف جدا میپرتوید. همه پیستا رو بگمونم تر کرده میپرتویدن شما که؟ نه همون خودش تر است. از وقتی که میچینیم تر است. باید خوش شود علاقه قیند است. خوش شود مشکل میشه. اینچنین بادام خوش شود مشکل میشه. سخت میشه. همداران عزیز بینید که اکی ما دادر ما فروخ کار رو تا سطح آورده است که علاقه با سطح جهانی آورده است. تکنیک‌هاش رو خریداری کرده با خود کلان کرده است و 100 گکتر و 200 گکتر چی از پیستا چی از بادام کرده و مهنت کرده. تخمینا 100 آدم رو ممکن جای کار کرده تیانو صاحب پول شوند. در اول این که صاحب ابرو هستند. این کس رو بینید خندش رو بینید یک شخص نورانی هستند. باشه فرق در پناه خدا باشید. خدا رحمت و گذشتگان شما را رحمت کند و پدرتون سلام رسونید. سلام ما رو همدیران عزیز دست دوم برداریم که کاری اکی ما حاجی فروخ پیش رود از اینجا هم وقت سر بلند باشید.